بعضی انسان ها گمان میبرن ما به مدنیت رسیدیم. در زمان دموکرات آزادی ما خیلی به مدنیت رسیدیم. یک خونه های کرسکه کردگی یافتیم. این قرار رنگ دیده است، همون رنگ فریبش کرده است. همیتا نیستم امروز کرسکه فریبش کرده است. میگه ما به مدنیت رسیدیم، سیادت بر عالم، از همه عالم پیش رفتیم. خونه ها معشفی بالاش تنکگی آهنی شده است. تحت شعارات الحریه، در تحت شعار آزاد ما که آزاد زندگی داریم و مساوات برابر حقوق شدیم، هم از زنکا و مردکا. عدالت انسانی قومی همه قوم و قبیله ما برابر شد. این را حیات میدانند. در حالتی که نمیدانند آیا این حریت و آزادی برای ملت چی نتیجه آورده است، چی نتیجه آورده است؟ فساد بالای فساد، علاوه فساد در لب دریاها، در میان باغها، در کوچه ها و در رستوران ها، زنا و فاحشگی ها، بی ادب و بد اخلاقی ها، شرمندگی ها و خودکشی ها و خودسوزی ها. در ببین نتیجهش همیتری است. بس همیتر نیست مسلمان ها. نمیفهمه شما؟ آیا چنین نیست در عالم امروز؟ گمان برن که ما مدنیت یافتیم، ما آزادیم. شکل آزادی در دین اسلام است، در دین اسلام است.